به نام اوگو داشت که حاصل عشق او با مردی بود که به مرض سل مبتلا شده بود و نتوانسته بودند با هم ازدواج کنند. گوچیو در 20 اکتبر 1902 تقریباً 1 سال بعد از بازگشتش به ایتالیا با آیدا ازدواج کرد و اوگو را به فرزندی قبول کرد. گوچیو 21 ساله بود و آیدا 24 ساله. در زمان ازدواجشان آیدا اولین دخترشان گریمالدا باردار بود که 3 ماه بعد به دنیا آمد. آیدا 4 فرزند دیگر هم به دنیا آورد که یکی از آنها به نام انزو در کودکی از دنیا رفت. 3 فرزند دیگر هر 3 پسر بودند. آلدو در سال 1905، واسکو در سال 1907 و رادولفو در سال 1912 به دنیا آمدند. گوچیو در ایتالیا ابتدا در یک مغازه عتیقه فروشی کار پیدا کرد. بعد از آن در یک کارخانه چرم مشغول به کار شد و همانجا قبل از آن که پیشرفت کند و به درجه مدیریت برسد راه و رسم تجارت را یاد گرفت. با شروع جنگ جهانی اول گوچیو مردی 33 ساله بود با یک خانواده پرجمعیت. جنگ که تمام شد گوچیو در شرکت تولید کالاهای چرمی فرنزی در فلورانس مشغول به کار شد. آنجا بود که یاد گرفت چطور چرم طبیعی خام اعلا را انتخاب و آن را عمل آوری و دباغی کند. او همچنین کار کردن با انواع و درجات مختلف چرم را هم یاد گرفت. طولی نکشید که گوچیو مدیر کمپانی فرنزی در شهر روم شد. آیدا با رفتن به روم مخالف بود و به همین دلیل گوچیو به تنهایی راهی روم شد و آیدا و بچه‌ها در فلورانس ماندند. گوچیو آخر هفته‌ها به دیدن خانواده‌اش می‌رفت. او دلش می‌خواست در فلورانس کسب و کار خودش را راه بیندازد و برای مشتری‌هایی کار کند که